تمام داستان برنامه توتال بادی به غیر از این که عضلات هم درگیر کنی، مسیر خونرسانی رو ببری تو کل بدن. سلامت بدن انسان به قلب و به مغزشه نیست. اگر خونریزی شدید باشه بهشون بگو یک روز استراحت بکنه. جدول زمانبندی طراحی تمرین داره دیگه. واسه ورزشکار فوتبالیست ما یه چارتی داریم. بگو این مسیر سلامتی رو با پول نمیشه بخری، باید صبر داشته باشی. من دارم هنوز راجع به بسم الله، یعنی باید یکی یکی بشین اینا رو صحبت بکنیم. ببین پس تعداد جلسات برای برنامه ریزی ورزش مهمترین قسمت اینه که بپرسی طرف یک شغلش چیه، دو چند روز در هفته میخواد بره باشگاه. بعضا اگر تو دیدی فشار کارش زیاده، استرسه، بعد چیکار کنی؟ شدت ورزش کم باشه، تعداد جلسات کم باشه. اگه میبینی واقعا داره حالش خوب میشه، چه برنامه تمرینی به نظرت برای چرا ما میگیم توتال بادی؟ دلیل توتال بادی اینقدر مهمه چی؟ من به بچهای تیم مثلا دارم، مثلا بهشون تو حین فصل بهشون برنامه توتال بادی میدم. یه بار استوری کردم اینکه مثلا کل بدن درگیر باشه. خب چه اتفاقی میفته؟ آمادگی جسمانی. نه، چی گردش پیدا میکنه کل بدن؟ تمام داستان برنامه توتال بادی به غیر از این که عضلات هم درگیر کنی، مسیر خونرسانی رو ببری تو کل بدن. تو پس به یک آدمی که میبینی مشکل داره، استرس داره، بهترین برنامه یک برنامه‌ایه که توتال بادی باشه که خونو ببری کل بدن پخش بکنی. اون عضله قلب چه کار بکنه؟ آفرین. ماشاءالله هم که سیگار و قلیون و زیاد. امیر گوش کن، من کلینیک ترک اعتیاد کار میکردم. زنگ زدم امسال واسه سالنو به دکتر تبریک و گفتم خیلی دکتر خوبی هم بود. یک سال اونجا کار میکردم. گفتم چه خبر، مریضا و بیماریا چیه؟ گفت راهکارهایی که ما میرفتیم برای ترک اعتیاد الان دیگه همه دارن اونا رو مصرف میکنن. گفت با اون اسم الان نمیبرم. گفت با اون مواردی که ما همه رو ترک میدادیم، به من گفت فرخیات با این اینا رو ترک میدادیم، الان همه دارن اونا رو دیگه استفاده میکنن. اصلا راهکار نیستش دیگه. مثلا همون سیگار الکتریکی که قدیما میگفتن. آره حالا اون که خوبه، حالا بذار کات میکنم. شربت متادون دارن استفاده. اصلا راهی نمیمونه دیگه. چجوری ترکش بده آدم؟ ما با اون ترک میدادیم طرف، اون دیگه الان داره اعتیاد پیدا کرده به اون. خلاص هیچ دیگه. خب این برنامه توتال بادی برای چه افرادی خیلی بهتره؟ ببین معمولا آدم‌های مبتدی، ببین من دارم بهت میگم عضله قلب، سلامت بدن انسان به قلب و به مغزشه. ورزش برای چی خوبه؟ برای اینکه مغز شروع میکنه یک سری از میانجی‌های عصبی رو ترشح کردن. میانجی‌ها چیا بودن؟ همش تو این استوریام میگم. میانجی‌های انتقال دهنده‌های عصبی، نوروترانسمیترها. سرچ کن برای من فردا بیار کلاس بعدیمون. بنویس نوروترانسمیترها چیست، انتقال دهنده‌های عصبی چی هستن. مغز به واسطه فعالیت و ترشح نوروترانسمیترها بهترین گزینه است ورزش. قلب چی؟ قلب هم. پس ما یک ورزشی رو، خب خود ورزش اتوماتیک نوروترانسمیترها رو ترشح میده، میشه عضله قلب. پس شما در عین حال میشه یک تیر دو نشون، هم داری عضلاتت رو تقویت میکنی، هم داری قلبت رو. ما واسه چی مثلا واسه ورزشکار استقامتی من همیشه توتال بادی رو، البته بستگی به کجای فصل داره، حالا اینا رو انشالله باشه در آینده بیای برنامه‌های تخصصی رو بهت یاد بدم. برای اینکه ورزشکاری که میدوه استقامتی فوتبالیست فقط دوباره عضله قلب. اگه قرار استقامت همه چیش میشه استقامت هوازی، استقامت بی هوازی هم مهمه، من نمیگم نه، ولی اون هم به نظر من اولویتش استقامت هوازی، اون هم به نظر من فعالیتش میشه استقامت. خب حالا پس توتال بادی یک برنامه‌ایه که شما هم قلبتو داری درگیر میکنی، هم عضله رو. خب الان چی؟ خب نگاه، من هنوز مونده. سابقه ورزشی. سابقه ورزشی چی؟ یعنی چیش مهمه به نظرت؟ عضلاتش مثلا آماده هستن. چی در بدنش شکل گرفته تو سابقه ورزشی؟ چه قسمتی از عضله؟ آخی بگی مونده کلمه رو. موقع ورزش میکنه چی ساخت؟ سلول. آفرین. سازگاری که بماند. سازگاری که یعنی همه چی. دیدی چقدرم میگم تو استوریام. وقتی سلول عضله شکل میگیره، اون هیچ وقت تو بدن انسان تخریب نمیشه. همیشه بهش میگن مموری دیگه، حافظه سلول. درست شد از عضله. اون همیشه موندگاره و بسیار با ارزشه. تو یک کسی که سابقه ورزشی از کودکی داره، سلولا رو پر از سلوله. تو نخبه های ورزشی رو نگاه بکنی، همه از بچگی دارن ورزش میکنن.
حالا ورزشی شاید یهو میبینی واترپولو بوده رفته کشتی بوده رفته فوتبال. درسته؟ سلوله رو ساخته. واسه این بعد سابقه رو بدونی. اگر قرار باشه یک نفر قبلا بگه من ورزش حرفه‌ای میکردم، تو میتونی یه 2 هفته 3 هفته بشی توتال بادی بدی، یه ذره دوباره رو دامنه پذیریش موبیلیتیش کار کنی، بعد بری برنامه بهش بدی، بعد به قول خود جدا کنی، سینه رو بدی مثلا با پشت بازو. بدن آمادگیشو داره. ولی آدم مبتدی که هیچ سلول عضلانی در بدنش ساخته نیست، تو باید دوباره که سخته، که خیلی بد ساخته میشه دیگه. بعد از دیدی یک سنینی دیگه شاید ساخته نشود، شاید خیلی زمان دیگه. درست شد؟ سرعت تقسیم سلولی مستقیم ربط داره به سن انسان دیگه. پس اینم شد سابقه ورزش. حالا نوع ورزش، میبینی یک نفر میگه من فوتبالیست بودم، مطمئنا این دامنه پذیری لگنش، موبیلیتی لگنش خوب بوده، بچگی کار کرده، حالا میتونی بهش اسکات هالترم بدی بزنه. درست شد؟ یه نفر میگه من هندبالیست بودم، موبیلیتی شونهش قویه، میتونی حالا یک سری حرکات سوپرست شونه‌ای بدی بزنه، سرشون هالتر از جلو بدی بزنه، مثال. ولی به یه آدم مبتدی باید خیلی محتاط بری جلو. پس ببین سابقه ورزشی چقدر مهمه. اگر فقط از اینایی بود آقایونی که مثلا پرورش اندامن، اینا هم اکثریتشون هادی چوپان، یه هادی چوپان ما داشتیم تو ایران که اینقدر طول عضله‌اش هم که اون مربی خارجی داره دیگه، کشش هم در کنار اون عضله نگه می‌داره. همیشه بچه‌ها میگم سر کلاسم، تو اوج آمادگیش می‌بینی پاهاشو 180 باز می‌کنه، این نشونه سلامتشه. پس ببین مثلا آقایون اومدن تو مستقیما رو حرکات کششی اینا فوکس کن. مثلا طرف سرشونه میزنه، ازش بخواه که آقا کششای سرشونه رو بگیر تو. حالا اینکه چند درصد کشش باشه، چقدر کشش 100 باشه، کشش نباشه، دوباره اینا تخصصی، اینا رو وارد آره کشش خب خیلی متفاوته دیگه. ما گرم کردن اینو میگیم که بدن خون رسانی زیاد شده باشد، طول عضله آماده شده باشد، بتونی فشار بیاری. خب ما میخوایم جلو بازو بزنیم، همون حرکت رو میایم سبک میزنیم که خون بره به سمت اون عضله، آماده بشود برای مثلا اوورلود، برای فشار. یا عضلاتی که مثلا چرخشش رو مثلا میدیم توی کششامون دوباره چرخشیه و ایستا و داینامیک. داینامیک باید انجام بشه. ببین بستگی به هدف داره. برای ورزش عادی میگیم هر دوتا باشد، هر دوتا رو ما میگیم باشد. ولی این گولاخا، این گنده ها عضلاتشون خیلی زیاده، اینا طولای عضلهشون کوتاه معمولا، چون طول عضله کوتاه میشه آسیب. همه اینا همه‌شون دستشون تا اینجا بیشتر بالا نمیاد، اینجا پاهاشون بیاری بالا، ما انعطاف هم استرینگشون میاریم یه ذره میبریم بالا تا میگه خب میگیم برای چی؟ میگیم حالا اگه یه ددلیفتی زدی بینش پاتو بیار بالا، یه کشش 50% هم بده که طول عضلات اینقدر. آره اینو بالا البته بالا برای اساس حرفه‌ایاستا، واسه چه دارم میگم پرورش اندامیه که خیلی عضله دارن، وگرنه برای اول تمرین دوباره یه موزلیه. این سوال بعد یه بار بریم توضیح بدیم که آقا گرم کردن 5 تا 10 دقیقه، سرد کردن هم بین 3 تا 5 دقیقه، خیلی هم وسواس نشون نده. شبیه سازی خود حرکت بهترین نوع برای گرم کردن. هم داری تکنیک رو بهش یاد میدی به فرد مبتدی، هم در عین حال داری عیناً اون حرکت شبیه سازی میکنی و عضلاتت آماده میشه، مفاصلت آماده میشه. میخوای پا بزنی؟ بگو دستاتو بگی من خودم دستامو میگیرم به 1 میله شروع میکنم اسکات زدن. اول با 2 تا دست میزنه، بعد با 1 دست میزنه، بعد حالا با وزن بدن حالا دیگه گرمه مثلا. حالا اینا دوباره هر کدوم گرید بندی داره دیگه. اسکات حالا بهت میگم داستان چه جوری باید بزنیم، سری نباید طرف بگی بیا برو اسکات بزن. آره دوباره اینا قلقاش همه رو بهت میگم. خب نگاه، حالا حساسیت غذایی میشه مال برنامه ورزش. من تا حالا همش دارم تازه دارم شخصی سازی میکنم برای برنامه نویسی. 2 تا نکته شد: شغل، تعداد جلسات. تمام برنامه نویسی باید بر این اساس باشه. معمولا شغلای امروزی یا پشت میزن کارمندن یا سر پا. خب تمام. تعداد جلسات بنا دوباره به شرایط زندگی طرف میسنجی، براش برنامه‌ریزی می‌کنی چند روز بره باشگاه. اگه دیدی گفت من میخوام از تو محیط خونه برم، با زنم دعوا دارم، با شوهرم بچه دارم، با دوست پسرم دعوا دارم، میخوام برم تو باشگاه، خیلی بهش فشار نیارم، یه برنامه توتال بادی بنویس، یه برنامه بالا تن پایین تن. حالا بریم اینا رو بهت میگم. خب حالا عادت ماهیانه، معمولا خانم‌ها مخاطب تو هستن مطمئنا. توی تایمایی که پریود هستن یادت باشه بهترین ورزشیه که برای اینها کشش داشته باشه،
تو ناحیه لگنشون ورزشی اگه قرار باشه همش توی موبیلیتی لگن باید اولویتت باشه. توی اینکه ورزشی دوباره خونرسانی رو قرار باشه خیلی پمپاژ بکنه خیلی جالب نیست. اگه خونریزی شدید باشه بهشون بگو یک روز استراحت بکنه. اگه گفتن نه حالم بده افسردم میخوام بیام خونه، بیان یه ورزش هوازی خیلی نرم خیلی با شدت کم، یک ورزش یوگا یا مثلا بگی کششی کار کنن، پیلاتس کار کنن، اینا ورتا شدت خونریزی کم میشه دوباره برگردم میشه. یعنی بیا ورزش سنگین بزنه یا سریع مثلا خونریزیش دوباره بیشتر میشه. آره خب میگم چون داره خونرسانی دوباره تو داری سرعت ضربان قلب رو داری میبری بالاتر، هی داری مسیر خونرسانی رو هموارتر میکنی. تو اون روزا بعد هر چه ضرباناشون اتفاقا پایین‌تر باشه حواست هست به این موضوع هم باش. خب تو الان فعلا بالا آوردن عملکرد ما کاری نداریم، بالا آوردن استقامت و اینا چون جدول زمانبندی طراحی تمرین داره دیگه. واسه ورزشکار فوتبالیست ما یه چارتی داریم، قدرت، استقامت، توان، همینجوری میری جلو. درست شد؟ سرعت، چابکی، انعطاف، همینجوری میری جلو. بر اساس اون چارت بعد بری جلو. اون خیلی پیچیده است. اون فعلا حالا یه روزی ان شاءالله خواستی مربی تیمی بشی، مربی ورزشکار چی داشتی؟ اولویت شما معمولا یا کاهش وزنه یا عضله سازیه. ازشون هدف رو بپرس چیه. تو باید هدف رو بدونی چیه. مهمترین گزینه است. برای یک آدمی که ما تقسیم سلولی رو نداشتیم، ساخت سلول نبوده، معمولا عضله سازی و چربی سوزی همزمان دود نمیشه، خیلی کم. ولی یه آدمی میبینی قبلا یه خانومی میاد پیش میگه من 10 سال پیش هندبالیست بودم، 7 سال پیش ورزشکار بدنسازی تون هر روز میرفتم، الان مشکل داشتم. این خانومو بهش روحیه بده، بگو تو میتونم، بگو برات یه برنامه می‌نویسم همزمان هم عضله سازی انجام بدی هم چربی سوزی. سلول شکل گرفته، با یک کشش دوباره، با یک تنش دوباره سلول شکل میگیره. در این حال برنامه چربی سوزی هم داریم میدیم. درست شد؟ پس برنامه عضله سازی و چربی سوزی برای افرادیه که بیشتر سابقه ورزش رو از قبل هموارتر مسیرها. سوالی نیست اینجا؟ نکته‌ای هم که نگاه کن. من حالا این فرم شخصی سازی رو نگاه کن، این بهت بگم یه لوگویی برای من، همه هر کی اینو میبینه میفهمه منم. امیر توی باشگاه داشتم برنامه داشتم از کنار یه نفر رد شدم، برنامه‌ام دست یه نفر بود، لوگو من بود، اصلا منو نمیشناخت، سیسم گرفته بود، برنامه من نمیدونم کی داده بود برنامه منو دست داشت. خب حالا دیدم چی برنامه‌تون یعنی چی؟ مشخص پایینش لوگوتون. آره همه بک‌گراندها تازگی پشتش هم لوگومو میزنم، اینم میرم میبرنش. آره یه لوگو برای خودت داشته باش. خب ببین چقدر قشنگه که تو به یک نفر برنامه میدی، فرم شخصی سازی میدی که هویت تو مشخص باشه، که تو رو هر جا دیدن بفهمن خانم هانی است. خب نگاه، مهمترین قسمت از این که تو بشی یک مربی حرفه این که یاد بدی به شاگردات ورزش. گفتم اون خانم گفت ما پول همه چی خریدم، بگو این مسیر سلامتی رو با پول نمیشه بخری، باید صبر داشته باشی، فقط صبر. مسیرهای میانبر رو هر کی خواست قرص به من بده، آمپول به من بده، شربت به من بده، یه برنامه شکم به من بده، هر کی اینو ازت خواست باش صحبت کن، بهش بگو دارن دروغ میگن. من قرص آوردم، مامانم از کانادا آورده عصاره شنبلیله است، بگو این دروغه، اصلا شنبلیله کاری میگه، مکمل اومده عصاره پوست پرتقال. چقدر دارن میفروشن، خدا چه کار میکنه پوست پرتقال. یاد بهشون بده آقا نداریم، ما میانبر نداریم، صبر. بگو اگه میخوای من مربیت بشم، اگه من قراره به تو برنامه بدم، من الان به هر کی برنامه میدم 3 تا 6 ماهه پولم هم جلو میگیرم، میگم من برنامه‌ریزی برات میکنم 6 ماه یا 3 ماه، خواستی نخواستی برو شنبلیله و عصاره پوست پرتقال برو بخور. پس یاد بده، باشون صحبت کن، آگاه کن مردم که آقا این مسیر یک مسیر طولانی. حالا الان میخوام یه برنامه برای من بنویسی، فکر میکنی درست شد؟ یک برنامه مبتدی بنا به شاخص قرار شد توتال بادی هم باشه که حالا میرسیم تو تقسیم بندی تو فایل دیگم، بنا به بالا آوردن استابیلیتی و موبیلیتی. خب گردن شد چی؟ شونه شد چی؟ کور شد لگن، زانو، موبیلیتی. تمامی اینها هر کدومشون حرکات خودش شده. توی کلاسام تو دانشگاه بچه‌ها میگن آقا حرکت به ما یاد بده، اما تو هم از من دنبال حرکت نباش،
هشتگ بزن موبیلیتی اکسرسایز، مثلا برای مثلا مفصل سر شولدر یه هشتگ بزن، میخوای بزن ایرانی بزن، توی گوگل بزن، دنیایی برات حرکت میاره. افزایش حرکت مختص افزایش بالا بردن موبیلیتی. ولی سعی کن انگلیسی چطوره؟ همسو لطفاً با این کلاسی که داریم میگیم شروع کن کتاب خوندن. الان میخوای سرچ بکنی برای شونه، بنویس exercise for mobility for shoulder mobility، هشتگ بزنی موبیلیتی بزنی میزنه موبیلیتی شولدر میاره برات، exercise موبیلیتی شولدر. خب پس الان من یه برنامه از شما میخوام فردا کلاس باشه که حالا اینو هم میبندیم. یک برنامه برای من بنویس، توتال بادی مبتدیه، یک خانومه تا حالا ورزش نکرده، مطمئنا مخاطبین تو ایناست. میخوای یک برنامه‌ای بدی برای تقویت بالا بردن موبیلیتی و استابیلیتی، در عین حال بیادم باشگاه روش کار بکنی. ورزش همه حرکاتی هم که گفتم رو در نظر بگیر. خب ببین تایم باشگاه الان 4 تا حرکت نوشیم، مثلا نگاه این که قرار باشه یه عضله رو فقط بری مثلا فشار بری، اصلا خود اشتباهه. اصلا مخصوصا سینه برای خانم‌ها 1 تا 2 یه حرکت فعلا کافیه. حالا میرسیم چه حرکاتی. پس الان شما اولویت شد برای برنامه نویسی برای افراد مبتدی بالا بردن استابیلیتی و موبیلیتی. یه برنامه می‌نویسی برای من میاری. خب حالا نگاه کن، آموزش به کی راحت تره؟ به سنین پایین‌تر. آموزش به سنین بالاتر سخت‌تر. اگر دیدی یک دختر بچه شاگردت بود، میتونی برنامه موبیلیتی استابیلیتیش 2-3 نوع بنویسی، هر روز بهش یکی بدی. ولی اگر دیدی سنش بالا بود، بارداره، یه برنامه 1 نواخت بهش میدی، میگی همینو برو، همون موبیلیتی استابیلیتی دیگه. آره. پس ببین همش بستگی به شخصی سازی داره. من الان نمیتونم به تو بگم کلی به همه، نه متنوع بده. یه بچه دخترش بچه 16-17 ساله از این وزه های امروزی بود، خب بهش میدی هر روز موبیلیتی استابیلیتی بهش میدی، ذره ذهنش هم خسته بشه، بری یاد بگیره، تکنیک حرکت هم یاد بگیره. ولی یه خانومیه میبینید سنش بالاست نمیتونه یاد بگیره، قرار نیست یه حرکت سختی هر روز بهش بدی، خب از ورزش زده میشه. بهت گفتم ببین اینا هر کدومشون 2 تا آدمن نشستن، 2 تا آدمن ایستادن. من هر 4 تا شاگردا اینا رو داشتم، پلیس دارم، آرایشگر دارم، خانم بچه پلیر پلی استیشن دارم، قشنگ دارن، این همینه. اینم که زیاد دارم، دارم گیمر دارم، من الان شاگرد دارم، شب تا صبح بیداره، میگه بهم حمله میکنن الماسامو میزنن. خب بعدش ببین اینا الان این 2 تا با این 2 تا فرق میکنن. فرقشون رو من بگو. جایزه داری اللحاظ همه چیشو به نظر تو چی بین اون 2 تا آدم ایستادن، اون 2 تا هم نشستن، چیشون متفاوته؟ بهت گفتم اللحاظ ذهنی، اللحاظ اسکلتی که هر 2 تاشون نشستن، این 2 تا بنده خود بابا هم که واسطادن، که این دنیای استرس این نه، اینم دنیای استرس اون نه. بابا اون 6 روز در هفته همش تو خونه است. تو چی میگی اونجا؟ بنده خدا میبینی حسابداره، بنده خدا وکیل نسل جدید هم نسل خودتن دیگه این گیمرها. پس نگاه این استرس این نه، این داره آهنگ لیتو هم گوش میده همینجوری صداشن. اوکی؟ پس ببین چقدر فرق میکنه ایجاد استرس توی برنامه‌های تمرینی. شغل خیلی اهمیت داره، یادت باشه. حالا ساعت کاریرم که نگاه بهت گفتم ساعت کاریرم. خب ببین حالا ساعت کاری دوباره من اینا رو هم بهت گفتم. یه کسی اگه میبینی بنده خدا پزشکه، هر روز داره سر کاره، صبح جراحی داره، ازش بپرس چه روزی فشار کاری داری، چه روزی نداری. یه روز بیکاره یه نفر، این همش تو کافه است، اون بنده خدا مثلا میبینی داره ترید میکنه، مثلا میبینی ذهنش درگیر بیچاره. نه این بچه همش کافه نشسته داره قهوه میخواد، 6 روز هم میتونی بهش فشار بیاری. درست شد؟ اگه دیدی هزاران برنامه‌ریزی‌های متفاوت میتونی بکنی. این ساعت‌ها خیلی اهمیت دارن. ایجاد التهاب، ایجاد استرس توی بدن برای یک پزشک، برای یک وکیل دنیای تفاوت داره. این استرس ناشی از اون کار توی بدنش، خب خودش نیاز به ریکاوری داره، نیاز داره بشین تو خونه لش بکنه. تا یه بچه‌ای که بیکار. سوالی نیست؟ خیلی خوب.